از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در اساس مراجعت الکترونی یک نفر راننده автомاشین مسافرکش برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و نپرداختن اخ راهکرا 3 نفر جوان اوباش دستگیر شدند. اینها شهروند سفروف میروجدین سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه پخته آباد، محمد رحیموف پرویز سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه سنه، مقیموف شعباز سال تولدش 1993 استقامت کننده شهر دوشنبه می باشند. چنان از نوار ارسال نموده مراجعت کننده و سنجش همه‌جانبه حادثه مذکور معاین کرده شد که نام بردگان سنه 23 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 از کوچه بخارای شهر دوشنبه به автомاشین مسافرکش نشسته در حدود شهر دوشنبه تا ساعت 21:50 یعنی نزدیک 3 ساعت سیر و گشت نمودند. هنگام به نزد بیمارخانه استقلال رسیدند مبلغ راهکرا که 100 سومونی را تشکیل داده است. نامبردگان از پرداخت کردن مبلغ سرکشی نموده همزمان راننده را لطوکوب کردند. در کردارهای نامبردگان که دغرانه ترتیبات جمعیتی را ویران نموده بر اعلی علامت‌های جنایتی اوباشی دیده می‌شوند. وابسته به این موادهای ضروری ترتیب داده شده برای آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تفتیشات پیشکی ادامه دارد. خود دستگیر شدگان برای شرح ماجرا دسترس نیستند.